ای قلعه سر جماعت قلعه سر وقتی اوردگان اینجا قلعه میگفتن همینجا میکشیم رسوخی پیش وقت همینجا ای اگر ای ادرسی بپرسی تو ای خودی نیوز بگیون اسم تو این خواستورا یا جماعتی کلانترینی همین رایون های زمیندار هم همین جماعتی ما های مهنتی هم همین جماعتی ما های همه محصولات در رایون همین جماعتی ما های نوروبود برای نه همین روزی جمعه برای همه محصولات از جماعتی ما های خیلی کمتر چیه در ماه ایول اوگوست گرم میشه خیلی که با چی میدیم یعنی نگذرن یا ما نیمو گرمی نه دیگه شما هوا سالکنیک شروعه خود هوای فورم خودی میستون دمو مثال گفت در روسیه دوام دوره خنه که نکی اینجا بسیار هوا خوبه اینا میوه و چیوه و لوزدگی و همه اینا ولی من در خونم خیلی خود دیده چیه خیلی چیز که کلون دارم خیلی در راه دارم خدا این میبرم دل میشکویم میفرم که اینجا تماشا کنم همین ده حوض همین جا همش هم تا خوکش اینه دیگه کن همین جا همش خوک سر خیلی سنگه همین ماره همین مخصوص همین ده ما در جماعت در دوره سوخوزی هم تا پیش قدم بود در همین کشتکار در همین کشتکار پیش قدم بودن همین قریب 1000 تن جهوری میداد همین برگت ما این خشلاق ما انا این حوض اینه دیگه که همین زمین بغار کنی سنگ خولیه دیگه این مردکو محنت که هگه در همیرا بلدوزر آور داشتش کرد اسکواتر آور جو همیرا کان سانگشا بور کرد بور ریخت انا بعد او اینا بو اسکواتر آور جای هر نیهولا کان نبوشم زمین سنگ یگان خوگ نیست در اینجا اصلا منطقه اگراری است و اساس کارتوشکا پروری است دهخانای ما اکثریت خوجگی دهخانی و ساحه کارتوشکا پروری مایل دارند. درآمد خوب هم دارند. حاضی به خاطر اونه که ما از بعضی جماعت‌ها تخمی کارتوشکا که وقتی تخمی پرور در ناحیه اگر خطا نکنم 4 تا خوجگی تخمی پروری تا به حوضی هستی فعالیت دارند. تخمای خوش صفتی محلی خودمو از حساب کارتوشکا و کرده تخمی گرفته کارتوشکا شنو هستیم. همین یک 60-70 سانتی زمین داریم باغ داریم مثلا نیهالوی سیب ناکای گیلاس زردالو خیلی بعد بین این باغ با اگراد می‌نیم سال کارچکا میکنیم لوبی پمیدار بادرینگ در بالا ها عملی مقصد کارچکا کردگیم اونجا دیرتر مثلا میشن راستش پرورش حسابی از نشان دادایی که خواجگی دهخانی نشانه دادن و سال اخبارات پیشنهاد کردن حساب آماری از حسابی باد هوا بارشات اول کمترک بود دهخانای ما خوشبختانه کشت کارتوشکا را به مرام ادامه دادن در آخر در بعضی منطقه ها که از حسابی آبی برای کارتوشکا وای کردن تنقیسی میکشیدن بارشات خوب شد نشع نوای کارتوشکا هم حاضر بسیار خوب در ناحیه رفته ایستاده است کارتوشکا بسیار خوب میشه اگه مثال در این زمین و نیو اینا در حوالی لگو جای میخواید کاگیم انا در پشت بعد میکاریم سوتره باغداری هم یکی از ساحه‌های درآمدناک خواجه قشلاق است به شمار می‌رود. مسئله باغداری راستی تا به همین سالهای نزدیک در بعضی منطقه‌های ناحیه رشت
мисол боғот намедонам аз кадом ҳисоб аз ҳисоби надонистану машварат накардани хоҷагиён мумкин бошад ки солбар мегӯем мо як сол дар бар мезанад дигар сол ана хушбахтона ҳози олимо ҳисоби соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия семинар машваратҳо гузаронда истодиянд бобати боғдорӣ ҳози ниҳоят хуб шидааст. инам яке аз монанди картошка даромади софи умуман мардуми водии Рашт ин аз ҳисоби хоҷаи қишлоқ аз картошкапарварӣ аст, боғдорӣ аст, занбури асалпарварӣ аст. боғои дар инҷа меша ин ҳози иса то 6 гектар 7 гектар боғ иса боғои хушрӯа фақат ин меҳнатиш ки ина дигах кун хай ҳама мевара дорем зардолу севу нок гилосу чи оличаву ин чи мегӯянд ҳирмову акшура мегирам ки аввал хиёл мекардем дами ватаномо намешавад ки баъдеш шунудем шидааст ой дарахте будааст ки зуд бармедромадааст. пила ҳам мекоридан хеле давраи совхозӣ қад чорво дар ҳамин ҷа буд дар ҳамин ҷамоати қалайсир 40,000 буд ҳозир ҳамин мардум ина тову парара бин беҳад боғои хушрӯа севора дигах кун андак фасли севора бё ҳавасет мена бовар кунед беҳад сево хуб мешавад марҳила ба марҳила ҳози то моҳои мумкин июла зардолои пешпазак мегӯем и зардолои пешпазак пешмаҳал мисол дамон набуди аз даври ҳамин шикронаки истиқлолият аст мисол вай кардем дар даврони истиқлолият баъд мо боғои интенсивӣ бисёр истеҳсол кардем дар ноҳия ташкил кардем аз ҳамин ҳисоб баъд зардолои ана пешпазак пайдо шудана монанди мисол ина глос мегӯем майс ки мегӯем пешпазак мо аслан пешпазак мегӯем ино аз ҳисоби боғои интенсивӣ ки бисёр шудан ташкил кардан аз ҳамин ҳисоб зардолоам ҳозир хуб аст ман порсол ман камтарак ҳайрон шудам ки аз вилояти суғд ба ҷамоати деҳоти қалъанак ҷамоати деҳоти ҷафр аз вилояти суғд харидорӣ омадан зардолуро мо дорем ки марҳила ба марҳила мисол аз моҳи июл сар карда пешпазак то моҳи сентябра ин идома меояд зардолуро пухтанаш ба ҳамин хотир омадаем мо харидорӣ кардан шафтолу ҳам ҳамихела як намудиш ина мепаза намудиш ҳоли бо вақти моҳи сентябра мепаза шафтоли асли мо ҳамун се намуд буд ба моҳи сентябра мепаза албатта ягига ҳамаш барои организм барои бақувват кардани ҳамин мардуми водӣ ҳамин пешвақт ҳамин туту гилосу ҳамира бисёр мехӯрдан аки ҳозир шигир итаам аз магазино пурран мо майда будем ин қанди қанфит набуд ҳамин меваи зандолу мехӯрдӣ меваи гилос мехӯрдӣ ҳамин хеле мехӯрдӣ то қоқ шудаги ҳамо аммо бисёр ҳами Тоҷикистонро дӯст медорам хай табиаташ мақума дамову меҳмоннавозаху хай беҳаду дамои хубанд ина ман рафтам Россия хуна духтарам ба худам разӣ кашидам ба худо ки 1 сол 2 моҳ истодам Тоҷикистонро беҳад ёд кардам ба худа тоҷикораву
همسایه ها ما خیلی مناسبتمون بسیار خوبن، سازن با همسایه ها، با خشتوار. این خمیری هست که تیز تیار می شود. بعد مردم ما میره خس فطیر میگن. خمیری تیز تیار هست. در درونش روغن میکنیم، شیرش مینیم، تخمش مینیم. این برای تیار کردن قرطاب هست. برای همین با خروشوی که در داخلش با کم ترک زایته مینیم. همه کارا که تونستی پیشخورد زندگی نمیخری. امروز در ناحیه رشت ما بسیار زنها با هنرهای مردمی، با خوراک‌های ملی، با نان‌های ملی بسیار شوق رغبت دارند. از جمله نان‌های رشتی که حجمشون 1 متر است بسیار در یک سطح خوب آماده میکنند و این شکرها و قرطاب و قاق فطیرها و همه چیزاشون مشهورن که در همه چرابینی جمهوری بیرون از جمهوری هم بانوان ما فعالانه اشتراک میکنن و جاهای نمایان رو سازگار میشوند که بسیار در یک سطح خوب است. نانهای ملی ناحیه رشت رفیده من برای معرکه ها، این برای جشن ها بسیارتر در همه نان میپزم. در همه آزمون اشتراک میکنم. 3 بارشی میرم در شهر دوشنبه در آزمون ها یکم جا را میگیرم. همه کار را یاد گرفتم. نان بندی را و شیره را و قرطا و همه اوقات ملی را خیلی چی را. اول نمیدونستم، بعد همشتمان رو یادم داد نون بستم با مردکم در سخون نمیاد نونی وگونه را میشناخت که نونی ما نیست. من خدا که خدمت تعریف نمیدم که اما تباد. دخترم که همه هنر دارن. نم هنر گیردچه بندی، چپوتی بندی، با حال یک خمیر دارم. خسفتیر میگیم ما همه خسفتیر ما 3 نمون میپزیم. هم خسفتیر تیرکی میپزیم، به چهارمغز میپزیم، خسفتیر قرطا مینیم، ای شکرا مینیم، 4 نمود خسفتیر داریم. اگر نه همه منطقه ها نان پخته میتونن، اما نان منطقه رشت میگه بسیار مزهش دیگر هسته. برای همین بسیارتر من در آزمون اشتراک میکنم. برای همین بسیار مردم میآیند که ای نان منطقه رشت مربوطه که نانای منطقه رشت با مزه ناناشو دیگر هسته. فخر مینم برای نام منطقه رشت میگیرن، میگن که زنای بانوان هنرمند داره منطقه رشت. برای همین من بسیار فخر میکنم که نام ما را در تمام جا میگیرن. اگر نان که پختن به شکرها نمیشود، به قرطاب نمیشود که نان گرم که است باز لذتش دیگره. حتما نان که تیار کردن حتما به شکرها و به قرطاب یا به فطیر مسکه نمیشود، برای که لذت نان گرم دیگره. خوراک‌های ها ملی تاجیکی خدمو وقتی که در دگدون که نون که بسته نون جوش میبندیم، بعد بستن نون شکرها و قرطا و این فطیر مسکه ها نه این روغن کمی روغن که داره، بعد برای هم خاطر روغنش با خربزه یا که با این تربوز خیلی خواهشی با جرغات کدمی خواهشش خیلی که باشه، بعد میاد خودش در چی پیش خودش میخره برای که روغن داره کمی مسکه نمیتونی خورده. یا خیلی آدم با نمیتونه ایره خورده. جرغات که باشه با سوتا با جرغات ای داره. با جرغات اگر بخوریش با مزهش با جرغات با خوبتره. فطیر مسکه ما تیار شد، نه به اشتیایتان مرحمت به سر دسترخوان. خیلی چخیلی که ببینیم خمیر میکنیم
دادن خمیر تخم می‌نیم روغن هر چیز که به مزه بیایه و اینا که راست چی را کمک رو گرفته است چی میکنیمش اینا بعد چیکار می‌کنیم در بالای میشه کسون تنکش می‌نیم همه کار در من 5 سال که من زندگی کردم در یک خونه و خیلی همه کار یادم داده است اول همه من چی کرده از همین مرده که گزدیک نشه گفته که گیدرچه میبنده چیز گیدرچه را دیوره من تا دستم گرفتم و پیش بردمش همین خسرشتم که خندیدن که سس شدن بعد خشتمانم گفت که اینم خیلی تبتا منی بعد در بالای رفیدم میمونی بعد میاریش خیلی امی یک کاره امی یا با نشون میزون دیگه دوباره امی یادش میگرفتم بسیار اخوزناک سرزیر بودم همه کاره یاد گرفتم خدمتم تری این خیلی من دختر داره کم امی این ایران که تاجیکو توی کردم جخ کردم قدمال کردم فطیر کردم خیلی یاد گرفتم کردم اینو میگیریم لایده چیکن این چه میدوزیمش کلام خدمال ما تیار شده است این رسم خوبی تاجیکان را گم مکن این نشونهاش خیلی نشونه خوبه که امسال باید که شود این نشونه‌های خوب داره. اون 26 سال پیش از چند قطعه آغاز کرده بودید امروز چقدر داره شما؟ من همین سبب زنبور کردنم یک چیزی. چی؟ من رفتم یک عسل خریدم. یک عسل خریدم. بعد دورگی کودک میدهک داشتم خیلی کس چی؟ آوردم که عسل با شوق ذوق خریدم که دورگی برای دورگی دادیم خیلی خوردیم خودمون دادیم خوردن چیکردم موندم یک هفته بعد میگیریم هم اصلا نگاه می‌کنم چیزی بود که ترشیده دیگه خوردش نشید بعد همون نیت کردم 8 تا یشق داشتیم این یشقای نه همون سال حرکت کم جمع کم سای خوب شید جمع کم همون سوم شو با ای سال دیگه باز اویتش کم با هم چی خداش همون خاط کردم انت جمع کم خدا روش که نازی خیلی 80 90 تا زویت ای چی 90 دویلا اوه بعد از تجربه که در این 26 سال اندوختید برای چی مثلا ترش میشده است همون اصل گفته ترش شده است سبب همین ترشیدن چی کردنش هم وایکی اصل که ترش شوا چی شوا هم بر وقتا نورسید میگیری اصل زنبور ایست گیری است آورد سمج چی کرد و بعد تیار کردن در کار چند تیار کردن در کار چی کردن در کار سلاسیما میشنم های اومده است گفتم احتمال میگیرن نورسید بعد اصل ترشیدنش ممکنه وقتی که رسیدگی از تیار از برای گرفتن به فکرم 10 سال ها میمونه این اصل چندی که بود بستم خوب میشه اصلا فقط که در همین بوشک‌های از پلاستماسی هست که در همون بسیار معنی کردش نمیشه برای که همون بوی همون پلاستماس میگیره بوی اصل بوشا گم میکنه انا همون داد و یک چی میشه اصلا بیسانتنی ضرر فایدهش نمیدونم من نیکی وای میشه هم بوی اصلا گم میکنه چند بار اصل میگیرید شما من اکد راست دیگه من یک خدم یک فرزند دارم سیم 3 میخونه بچه یک بچه دارم سیم 3 میخونه ولی چی نیست شکر نمیتیم
من می زنبور را مثال چندش که دارم برای چی نکنم وای میکنم با مثال ای بهار میخرم همون زنبور را چی میکنم شکر را میتیم یک بار عسل میگیرم بعد باقی مانده عسلش میگیرم دم ذخیره میمونم برای بهار زنبور همه بهار کشید چیز وایش میزنم رامکای عسل میزنم همون قطعی میخره و میسته بارشات خوب باشد علف طبیعی خوب مثال عمل میکند فکر میکنم که وقتی عمل کرد سبزه که عملش خوب باشد زنبور اصل استحصال اصل هم باید خوب شود برای که زنبور اصل 23 حسابی همه محصولات حسابی علف میشود علف های طبیعی بارشات خوب باشد علف خوب میشد استحصال اصل هم این انیق است که خوب میشود این همی زنبور کمی عسل این ناو آورده است ولی ناو این یک جوش این محکم کرده است رس کرده ایجاش نه بچه 15 روز دیگر وقت هست به فکر من یا ها 15 20 روز دیگه نه همین خنده بعد میشه که عسل بگیری ولی ناو این آورده چیش دست همین هوا ناز باش صبح باشه و چی باشه عسل شروع اومده است ناو یاد هم 3 روز شد مونده که سرش که بارون و چی کی بود نشید من اینش باز بهتر این حولا اینها این رام کرده حولا زدگی ای جنده این کمتر بچه زدگی و کرگی در مجموع بد نیست نه بعد نیست که زنبور حالی نو در ترقیه اصل آورده اینا چیکاره یک حالی نو آوردگی خوب کردگی از دوره کار کرد کار کرد میکنه و میکنه بعد مثال میراد میزنه است محکم میکنه این هم کرده ما باید برای بچه خوب کردیم اصل زده اصل کی بوده اصل زده دیگه تازه کار دوست میداره همین تازه کار که باشی باور کنه میایم یکی از زنبور افتاد چی بعد این زنبور هم زود هر نمود زود داره مثال زوتی است که گنده ای میگزه و سر میکنه نمیمونه در اومده سر میکنه انا یاد خیلی نمودش که این کار میکنی چی میکنی پرون هم پس نمیگرده و میشه ما حرکت کردیم که همون زوتوی خوب نفس کنی دینا من خودم نبودم داخل چی نبودم که من یک قهر اومد یا تاش بر اومد قهر چیشید تو من اومدم که سرچم خودش روی علاقه فرماش پوشیده گرفته جوجو کرده و چه گردوندی همکارم نگیرید ازش میمونی همون چیزش تگی باشم میتوی دم همش نباید نگیرید دیگه نمیترسی ها بازی ما سخت محکم کردگی خودت آشنای زنبور آفرین در هر یک خوجگی در هر خوجگی نه در هر یک دهه ممکن که از دهه یک 10 تا 15 تا اصل پروری که اینو در ناحیه و در جمهوری اینو نام دارن نباشد که هستند خوجگی که تو 5-10 اویله را دارن این 5-10 خوجگیش اصل پروری هستن که هم در ناحیه هم در مقیاس جمهوری اینو نام دارن در یک سطح بلند پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در هر یک دهه هر یک جماعت من شاهد آن هستم در از حسابی بعضی حسابی صاحبکارا هم هستند از حسابی اهالی هم هست که مثلا مثال میگیریم حاضر دهه یردمیچ مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داده است این ساختمانش ادامه دارد خب ساختمان‌ها یعنی در فلک حاضر در ناحیه راه در مرکز ناحیه میره ساختمان‌های در فلک حاضر از 9 اتاج تا از 8 تا 9 تا 12 اتاج حاضر ساختمان‌ها ادامه دارد این سیمخانه‌های ایلاوگی ساخته به استفاده داشته استودیان بابت سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالت این نقشه چاره‌بینی در هر یک جماعت در هر یک دهه نقشه چاره‌بینی کردگی دادگی ای خیلی دولت تنجش قولم که شگرانه نکنیم همین دولت
البته کایشی گرونه مینی باور کنی یک تاش همین سال اینا محافظه همیدی ها همه ما همی شگرونه مینی که همی خیلی دولتی چنجی دوره سایوز بود اینا ما دوشنبه میرفتیم دیگه کار بوده حوزی میره بدونی که دقیقا همه خطین یه دولت این خیلی دولت هم شدنش خیلی خدای تعالی یکی همین خیلی برای مردم مخصوص توجیه همین دولت خیلی آفرید که دیگه کن این مرد رهبری مچکو کایسه است و که گریه میریم ده همین کار این حوزی در جایی که ما قرار داریم در همین محله الکی میدانچه ورزشی را ساختن مثال حوزی به استفاده دادن در جماعت دهات قلعنک حوزی ساختمانش ادامه دارد و میدانچه ورزی هم میدانچه ورزی ادامه دارد هم و مکتبی مؤسسه تا مکتبی در قلعه سرخ هم حوزی ادامه دارد میدانچه ورزشی در قلعه سرخ حوزی به استفاده دادن خب میدانچه ورزشی هم حوزی در اونجا در مکتب و مؤسسه تا مکتبی تا به حوزی ادامه دارند در قلعه سر جماعت قلعه سر جماعت دهات قلعنک دهه شهری نو تا به حساب اهالی هم بسیار یک این اقدام گرفتن به خاطر مسائل تا مکتبی که تا مکتب گولک آماده میکند با صنف یک گسیل کردنش تا مکتبی را مردم بسیار توجه دارند از حساب هم صاحب کارا هم از حساب اهالی ساخته به استفاده داده شدند. یاقی رها ایش به حساب نه همین که مثال وصف منی ده حق همین جناب هیچی همین طریق قطره در بحر میچکه این مردک یک بحر میخه گم زنه مثال همین قطچی میده همین طریق در بحر یک قطره میچکه مردک یک بحر باور کنی حقیقتا کاروی خوب کایسه است